کوملجون قلوبشویف شهروند 38 ساله تاجیکستان که با اتهام تشکیل و راهبری بند یا دسته جنایتی توسط اینترپل تحت جستجوی بین المللی قرار داشت، علاقه بعد چند روز اعلان جستجویش در جنوب شهر مسکو پایتخت روسیه در یک هاستل در کنار دریای مسکو دستگیر شده است. در این باره روز 21 مارس سال 2023 رن تیوی خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه روسیه، این زاده ولایت ختلان در تاجیکستان یک دسته جنایتی را تشکیل و رهبری میکرد، ولی ماه مارس سال 2023 به روسیه فرار کرده است. کوملجون قلوبشویف 1 مارس به روسیه آمد. تاجیکستان به دنبال او را توسط اینترپل تحت جستجو قرار داد. خبر داده است منبع رن تیوی. معلوم شده است که کوملجون قلوبشویف وقتهای آخر در هاستل در ساحل پاولتسکیا در پهلوی دریای مسکو به سر میبرده است. شام 20 مارس کارمندان مقامات حفظ حقوق به این هاستل آمده او را دستگیر کردند. تفصیلات دیگر پرونده قلوبشویف دسترس نیست. معلوم نیست که دسته جنایتی تحت رهبری او کی و چگونه تشکیل شده، از چند نفر عبارت بود و اعضای این دسته و خود قلوبشویف به دست داشتن در چه عملهای جنایتی عیبدار میشوند. در حال حاضر قلوبشویف در حبس قرار دارد و باید نسبت به وی روند استرداد یا اکسترادیسیا شروع شود. طبق قانونگذاری مقامات حفظ حقوق روسیه باید اکنون تشبسکار جستجوی قلوبشویف همکاران خود از تاجیکستان را در مورد بازداشت شدن نفر تحت جستجو خبر کرده درباره پرونده او تفصیلات و دلیل‌های بیشتر طلب کنند. بر اساس دلیل‌هایی که جانب تاجیکستان ارائه می‌کند، مقامات دادستانی روسیه بعداً تصمیم می‌گیرند که آیا درخواست دوشنبه را قانع ساخته نفر جستجو شونده را به تاجیکستان بدهند یا نه. ولی در سالهای آخر مقامات روسیه تقریباً یگان درخواست مقامات تاجیکستان برای بازداشت و استرداد نفران تحت تعقیب را رد نکردند.